اسکناس تقلبی 100,000 تومانی. حالا چطوری بفهمیم اسکناس تقلبی بهمون دادن یا نه؟ اولین چیزی که خیلی مشخصه اینه که روی نخ امنیتیش IR زده، این اصلیه، این نداره. خب دومیش اینه که این برجسته است، عددی که اینجاست دست بزنید برجسته است، این صافه. سومیش که خیلی دیگه واضح مشخصه، این ذریح توی نور مشخصه ولی اینو چاپ کردن. دیدید؟ رنگ 100 تومانی هم نگاه کنید، این روشن، این تیره است. این تیره که اینجوری برق داره، ببینید اسکناس رو حرکت میدید برقش چطوری حرکت میکنه، ولی این نه. ببینید این هم هستش، ولی خود همین فیلگران که تصویر ذریح داره نگاه کنید، این اصلا چاپ شده. اینو باید تو نور بگیرید تا مشخص بشه. پس حواستون باشه نخ IR اصلیه داره، روش نوشته داره، این نداره، و همچنین ذریح حواستون باشه اومده تو بازار.